خاطرات روسپیان سودازده من، نویسنده گابریل گارسیا مارکز، ترجمه از زبان اسپانیولی امیرحسین فطانت، مدیر هنری و طراح جلد ماکان کاراندیش، صفحه آرایی ماهنامه پیام آشنا، چاپ اول 1384. راوی فرید حامد با همکاری مجله اینترنتی آوای بوف و کتاب گویا. درباره نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آراکاتاکا، دهکده‌ای در سواحل اقیانوس اطلس، به دنیا آمد. در سال 1947 در دانشگاه ناسیونال شهر بوگوتا تحصیلات خود را در حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و در همان سال روزنامه ال اسپکتادور اولین داستان او را به چاپ رساند. در سال 1948 به شهر کارتاگنا داین دیاس مهاجرت کرد و به عنوان روزنامه‌نگار در روزنامه یونیورسال به کار مشغول شد. او از آن زمان تا کنون علاوه بر نوشتن کتاب با بسیاری از مطبوعات اروپایی و قاره آمریکا همکاری نموده است. کتاب 100 سال تنهایی او در سال 1967 منتشر و از همان ابتدا با استقبال منتقدین و مردم روبرو شد و نام او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر جاودانه ساخت. جایزه ادبی نوبل سال 1982 به خاطر همین کتاب به وی تعلق گرفت. کتاب‌های مارکز اکثراً به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و به عنوان بخشی از آثار کلاسیک ادبیات معاصر در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. کتاب خاطرات روسپیان سودازده من پس از 10 سال و بعد از انتشار گزارش یک آدمربایی بار دیگر خوانندگان وی را با قدرت روایی او روبرو می‌کند. این کتاب در اکتبر 2004 در بوگوتا منتشر شد و در همان ابتدا 1 میلیون نسخه از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به فروش رسید. در مورد کتاب حاضر منتقدین نظرات متفاوت و حتی متناقضی ارائه داده‌اند که قضاوت نهایی بر عهده خواننده است. در ترجمه این کتاب از زبان اسپانیایی تلاش شد تا ضمن وفاداری به متن اندک اصطلاحات و عبارات کلمبیایی که ترجمه دقیق آنها با فرهنگ ایرانی چندان مانوس نبود به شکل مناسبی جایگزین شود. با تشکر بسیار از دکتر محمد هادی امامی و ماکان کاراندیش. امیرحسین فطانت، بوگوتا، کلمبیا. زن مهمانخانه‌دار به گوچی پیر هشدار داد: هیچ کار زشتی نباید بکنی. مبادا انگشت توی دهن زن خوابیده یا یک کار دیگه‌ای شبیه این بکنی. یا سونارای کاواباتا. فصل اول. خانه محرویان خفته. در سالگرد 90 سالگیم خواستم شب عشقی دیوانوار را با نوجوانی باکره به خود هدیه دهم. به یاد روزا کابارکاس افتادم، مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه‌ای به دستش می‌رسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد. هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و بی‌شرمانه‌اش تن در نداده بودم، اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موذیانه می‌گفت: اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه دارد، خواهی دید. سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی میتوانست مرده باشد، اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه ای گفتم: امروز آره. آهی کشید و گفت: ای عاقل مرد محزون من، میری 20 سال غیبت میزنه و فقط وقتی یه چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی. و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دوجین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد، ولی همه دست خورده. اصرار کردم که نه، باید دختر باشه و همین امشب. با تعجب از من پرسید: چی رو میخوای به خودت ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم میسوخت. جواب دادم: هیچی، خودم خوب میدونم چه کاری ازم برمیاد و چه کاری بر نمیاد. با بی‌تفاوتی گفت: عاقلان دانند، ولی نه همه چیز را. از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن، فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا میمونید. خب چرا زودتر خبر نکردی؟ گفتم: الهام خبر نمیکنه. گفت: اما صبر از هر آدمیزادی عاقل‌تره و از من خواست لااقل 2 روز برای اینکه همه جای بازار رو بگرده به اون وقت بدم. خیلی جدی گفتم: تو معامله‌ای مثل این، اونم تو سن و سال من، هر ساعت اندازه 1 ساله. تردیدش برطرف شد و گفت:
پس نمیشه. نه باشه، مهم نیست. اینطوری حالش هم بیشتره. هرچه بادا باد. 1 ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم، چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از رده‌ام. اما از زور این که دلم نمیخواست اینطور باشم یاد گرفتم درست برعکسش رو تظاهر کنم. البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چه جور آدمی هستم، حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشه. از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاس شروع کردم، چون وقتی نگاه میکنم میبینم این شروع یک زندگی در سن و سالی است که اکثر کسانی که مردنی بودند مردند. در یک خانه قدیمی در پیاده‌رو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی میکنم، جایی که تمام روزهای زندگیم بی زن و بی مال سپری شد، جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند، جایی که تصمیم دارم در همان تخت خوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک حراج عمومی در اواخر قرن 19 خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت. فلورینا دیوس کارگامانتس، نوازنده با استعداد موزارت، مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل، زیباترین و با استعدادترین زنی که شهر ما به خود دیده است، مادر من. فضای خانه بزرگ و روشن است، با سقف‌های گچ‌بری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و 4 در شیشه‌ای رو به بالکنی که شب‌های ماه مارس مادرم با دخترعموهای ایتالیایی‌اش می‌نشستند و اشعار عاشقانه می‌خواندند. از آنجا پارک سن نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلمب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در 20 فرسنگی مصبش دیده می‌شود. تنها چیز ناخوشایند به این خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره‌های مختلف میچرخد و برای اینکه بتوان در سایه روشن‌های داغ چرتی زد باید تمام آنها را دور زد. در سن 32 سالگی وقتی تنها شدم به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم. دری مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند، یعنی تقریبا همه چیز به جز کتاب‌ها و جعبه موسیقی پیانولا. مدت 40 سال خبرپرداز روزنامه لاپاز بودم که شامل بازسازی، تکمیل و عام فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا کدهای مورسی که در فضای نجومی پرواز می‌کردند به دام می‌انداختیم. امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده اموراتم بیشتر به بدی می‌گذرد. کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیولی و لاتین گیرم می‌آید. اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم قرن نوشته‌ام تقریباً هیچ چیز و بابت جزوه‌های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس می آمدند می نوشتم و از سر لطف برایم چاپ می کردند مطلقاً هیچ چیز عایدم نمی شود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم، اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کلاً از قوانین نوشته‌های دراماتیک بی اطلاعم و اگر خودم را در این مؤسسه جا کردم به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی خوانده‌ام. به زبان ساده سلجوقه بی‌مدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم، مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی می‌کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم. روز 90 سالگیم ساعت 5 صبح باز مثل همیشه به یاد آوردم. روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله‌ای بود که روزهای یکشنبه در روزنامه لاپاز چاپ می‌شد. علائم صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود. از اول صبح استخوان‌هایم درد داشتند، مقعدم میسوخت و پس از 3 ماه خشکی صدای رعد و برق طوفان به گوش میرسید. تا قهوه درست میشد حمام کردم. فنجان قهوه‌ای را که با عسل طبیعی شیرین شده بود با 2 کیک خوردم و لباس کتونی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتاً 90 سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر باقی است فکر نکردم. از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد شپش‌هایی که در سرش تخم گذاشته‌اند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند. این موضوع مرا آنچنان تربیت کرده بود که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوزم که فقط چند شویدی برایم باقی مانده است آنها را با گل سرشور میشویم.
به عبارت دیگر میخواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود. از ماهها قبل پیش بینی می‌کردم که مقاله سالروز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته، بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود. شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم و فکر می‌کنم فقط کمی قبل از آن روز. وقتی 42 سال داشتم، به خاطر پشت دردی که وقت تنفس اذیتم می‌کرد به سراغ دکتر رفتم. اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه. به او گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه. دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوف هم هستین. اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم، ولی طولی نکشید که فراموشم شد. عادت کردم به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم. بعضی وقتها به نظرم میرسد که چنگالهای مرگ باشند، ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم، چون نیمرخ کله اسبی من اصلاً به نیمرخ پدرم که از اهالی اصیل کارایی بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق می افتد که به سختی به چشم می آیند. آدمی باز خودش را از درون نگاه می کند، همانطور که همیشه نگاه می کرده است، اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می کنند. در 5مین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست و آن وقت بود که متوجه اولین سوراخ‌ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو می کردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زده‌ام و یا اینکه با آن زیر دوش می رفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم می‌گذاشتم بدون آنکه عینک‌های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز 2 بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم و ایما اشاره‌های دوستانم را وقتی جرأت نمی‌کردند مستقیما بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم می‌شناختم. در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره‌های آشنا و فهرستی از نام‌های هر کدام را داشتم. اما در لحظه سلام و احوالپرسی نمیتوانستم اسمی را که با آن چهره همخوانی داشت پیدا کنم. سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود، چون توانایی‌های من آنقدرها به خودم مربوط نمیشد که به زنها و زنها وقتی بخواهند فوت و فن کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات هراسان به سراغ دکتر میروند خنده هم میگیرد و تازه نمیدانند که در 90 سالگی وضع از این هم بدتر میشود، ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می شود، اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کند و این از نکته های خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد و لنچ رودخانه‌ای پست با 1 هفته تأخیر به دلیل کمی آب با نعره بوق خود وارد کانال بندری گردید. با خود فکر کردم این 90 سالگی من است که از راه میرسد. هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم، اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در 1 شب کامل بی‌بندوباری 90 سالگی خود را جشن بگیرم. سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه‌های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم. اما این شوق و اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از قید پنداشتم. بعد از تلفن دیگر نمیتوانستم بنویسم. ننوی خود را در زاویه از کتابخانه که صبحها آفتاب نمیگرفت آویزان کردم و با سینه ای سنگین از اضطراب انتظار در آن افتادم. پسر ناز پرورده‌ای بودم با مادری دارای فضایل متعدد که در 50 سالگی از بیماری سل مرد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد نیرلندیا امضا شد و به جنگ‌های 1000 روزه و آن همه جنگ‌های داخلی خاتمه داد، در رختخواب بیوگی خود جان سپرد. صلح
شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را میشد کرد و نه دلخواه بود. جماعتی از زنهای ولنگواز میخانه‌های قدیمی خیابان آنچا را که بعدها به کامیون آویو تبدیل شد و امروزه گذر کلن است تا مرز جنون پر کردند. شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید میشد. هیچ وقت با زنی هم خوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم. حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد می‌کردم که این پول را از من قبول کنند، حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیاندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی، سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش‌ها. تا 50 سالگی 514 زن می‌شدند که حداقل یک بار با آنها بودم. وقتی جسم دیگری یاری نمی‌کرد فهرست را قطع کردم و می‌توانستم بدون کاغذ و قلم حسابها را به خاطر داشته باشم. خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم. هیچ وقت در خوشگذرانی‌های گروهی و دوره‌های جمعی شرکت نکردم. نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه‌های جسم و روح حکایتی را روایت کردم. چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست. تنها رابطه قریب که من تا سالها آن را داشتم با دامیانای با وفا بود. تقریباً دختر بچه بود، با چهره سرخپوستی قوی و کوهستانی، کم حرف و صریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا به رهنه راه می‌رفت. یاد دارم که در نعنوی راهرو مشغول خواندن کتاب لوزانای اندلس بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انحنای دلپذیر بدنش را نمایان می‌ساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود. اسیر یک تب غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم، شورتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاحبش کردم. با شکایتی حزن‌آلود گفت: ای ارباب، اینو برای خروج ساختند نه دخول. لرزشی عمیق وجودش را می‌لرزاند اما خودش را محکم نگه داشته بود. شرمگین از اینکه او را تحقیر کرده بودم خواستم 2 برابر آنچه به گرانترین چهره‌های آن روزها می‌پرداختند به او بدهم، اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ماه بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم. بعضی وقتها فکر می‌کردم که آن حکایت‌های رختخواب می‌توانستند دستمایه خوبی برای نقل مصیبت‌های زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد: خاطرات روسپیان سودازده من. زندگی اجتماعی من برعکس فاقد هر نوع جذابیتی بود. بی پدر و بی مادر، مجردی بی آینده، روزنامه‌نگاری متوسط الحال، نامزد مرحله نهایی 4 دوره از جشن‌های گلازین کارتاگنا د ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست‌ها به خاطر زشتی مثال زدنیم. به عبارت دیگر، یک زندگی از دست رفته که از یک بعد از ظهر در 19 سالگیم بد شروع شد. روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شمار ایام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و به فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه. روز یکشنبه همراه با مقدمه‌ای تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید. سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و 7 تای بعدی پول پرداخت کرده است، دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود. چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه می رفتند و به علاوه خبرپرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودم. از وقتی دیپلمم را با کارنامه عالی گرفتم، همزمان در 3 مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس‌های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم، دوره ندیده، بی علاقه و بی رحم نسبت به کودکان بیچاره‌ای که به عنوان آسانترین راه برای فرار از زورگویی‌های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم حداقل اشعار مورد علاقه ام را از من یاد بگیرند. این همه چیزی است که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر درآوردن از آن نکردم. در ساعت بین کلاس‌ها نهار را در تنهایی می‌خوردم و ساعت 6 بعد از ظهر به دفتر روزنامه می‌رفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت 11 شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع می‌شد. هفته‌ای 2 یا 3 شب را در محله چینی‌ها می‌خوابیدم و با همدمانی آنچنان متنوع که 2 بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم. پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکی‌ها
فاحشه‌خانه ای را به طور تصادفی انتخاب می‌کردم و یواشکی از در پشتی حیاط وارد می‌شدم. این کار را ابتدا به خاطر حالش می‌کردم، ولی بعداً تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهن‌لقی‌های دونکلفت‌های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه‌های یک شبشان در میان می‌گذاشتند، بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه‌های مقوایی می‌شنود. طبیعتاً از همین راه بود که شنیدم عزب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه هم نسبت می‌دهند که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارضا می‌شد. خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می‌شد می‌شنیدم که برایم ارزش داشتند. هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند. به عبارت دیگر مردند. چون تصور میکنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند. از زمان بازنشستگی کار چندانی نکردم جز بردن کاغذهایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت‌های هنرهای زیبا. بازدید از نمایشگاه‌های نقاشی در مرکز هنر که عضو مؤسس آن هم هستم. هر از چندی شرکت در سخنرانی‌های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو. در جوانی به سالن سینماهای روباز می‌رفتم که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از باران‌های بی‌مهار می‌توانست غافلگیرمان کند. اما بیشتر از فیلم پرنده‌های شب علاقه‌مند بودم که به بهای بلیت ورودی یا مجانی و یا نسیه هم خوابگی می‌کردند. به هر حال سینما حال من نبود. تنها سفرهای من 4 بار رفتن به جشن‌های آذین‌بندی گل در کارتاهنا د ایندیاس قبل از 30 سالگیم و سپری کردن یک شب بعد در لنچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح یک فاحشه‌خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتا مارتا دعوت شدم. از نظر زندگی داخلی کمخور و ساده خورم. وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمی‌پخت، تنها غذای مرتب من کوکوی سیب زمینی در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود. و بدین منوال در آستانه 90 سالگیم بی ناهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کابارکاس نمی‌توانستم حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم. سیرسیرک ها در گرمای 2 بعد از ظهر سر و صدا می‌کردند و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم می‌کرد که 3 بار محل نور را عوض کنم. همیشه به نظرم می‌رسید که روزهای تولد من گرمترین روزهای سالند و یاد گرفتم که آن را تحمل کنم. اما اون روز حال و حوصله‌ام اجازه این را هم نمیداد. در ساعت 4 سعی کردم با شنیدن 6 سویت برای ویولنسل تنها از سباستیان باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی‌های دیگر آرامش بخش‌ترند، اما به جای آرامش همیشگی دچار رغبت شدم. با قطعه دوم که به نظرم کمی بی‌رمق است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولنسل با ناله قایق تنهایی که دور میشد در هم آمیخت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده روزا کابارکاس مرا به زندگی برگرداند. گفت مثل دیوونه ها شانس داری. یه جوجه بوقلمونی برات پیدا کردم که از هر چی فکر میکردی بهتره، اما یک اشکال داره. به زحمت 14 سالش میشه. بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش را هم عوض کنم برام مهم نیست. گفت براتون نمیگم، ولی غرامت 3 سال زندون رفتنش را کی میده؟ هیچ کس قرار نبود غرامتی بپردازد، خصوصا او. خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه او میرفتند برداشت میکرد. فوت و فن کار را یادشان میداد و شیرشان را آنقدر میکشید تا زندگیشان از فاحشه های فارغ التحصیل فاحشه‌خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر میشد. هیچ وقت جریمه‌ای نپرداخته بود چون حیات خانه‌اش پاتوق مقامات محلی بود. از فرماندار گرفته تا پایین‌ترین رتبه کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه هوس انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کم و کسر بیاورد. به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهره برداری بیشتر از انجام خدماتش بود. هرچه مجازاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر. تفاوت قیمت با اضافه کردن 2 پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت 10 شب با 5 پزو نقد و پرداخت از پیش در خانه‌اش حاضر باشد.
نه حتی 1 دقیقه زودتر، چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمینگیر شده بود به رخت خواب میبرد. 4 ساعت وقت باقی مانده بود. همینطور که زمان میگذشت قلب من هم از تشویش چنان پر میشد که نفس کشیدن را برایم سخت میکرد. تلاش بیهوده‌ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را بگذرانم. کار تازه‌ای نبود که بکنم. حتی دامیانا هم میگوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کیشیش است. تیغ صورتم را برید. باید صبر میکردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها داغ شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خشک کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم. کت و شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راههای آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش‌های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا دکمه‌ای بسته میشد و بالاخره کمر شلوارم را رو به تو تا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خسیس بودن معروفم، چون هیچ کس نمیتواند تصور کند با جایی که زندگی میکنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم را از گلیم خودم درازتر کردم. از صندوق پسندازی که زیر تختم جاسازی شده بود 2 پزو برای اجاره اتاق، 4 پزو برای خانم رئیس، 3 پزو برای دخترک و 5 پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم. به عبارت دیگر همان 14 پزویی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یکشنبه به من میداد. آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک عطرپاش به خودم ادوکلون لانمن و بارکلی زدم. صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت 8 پلکانهای تاریک را کورمال و عرق کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از 90 سالگیم وارد شدم. هوا خنک شده بود. در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسی هایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می کردند. یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفه ماتاراتون والس بیرمقی را می نواخت. یکی از روسپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان محضردارها شکار می کند از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم. 33 سال و 2 ماه و 16 روزه که ترک کردم. وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین‌های روشن برانداز کردم. از آنچه خودم حس می‌کردم پیرتر و بدلباستر بودم. کمی قبل از ساعت 10 سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعاً به کجا می‌روم از او خواستم که مرا به گورستان اونیورسال ببرد. با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری برای نترسونه های فهمیده. کاش که خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت. چون پول خورد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خورد کردن پول به مقبره برویم. یک بار فکسنی که مستهای آخر شب در آنجا برای مرده هایشان گریه می کردن. وقتی حساب راننده را پرداخت می کردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب، خونه روزا کابارکاس اصلا اون چیزی نیست که سابق بود. نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از راننده های گذر کلن مخفی بماند. وارد محله فقیرانه‌ای شدم که با آنچه در دوران خودم میشناختم شباهتی نداشت. همان خیابان‌های عریض با شنهای گرم و خانه‌های با درهای باز، دیوارهای تخته‌ای کپک زده، سقف‌هایی از برگ نخل و حیاط‌هایی مفروش با سنگریزه. اما مردمش آرامش گذشته‌ها را از دست داده بودند. در بیشتر خانه‌ها خوشگذرانی‌های جمعه شب‌ها برقرار بود با صدای طبل‌ها و سنج‌ها که در اندرون آدمی طنین می‌انداخت. هر کسی می‌توانست با پرداخت نیم پزو به هر کدام از محفل‌هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بایستد و مجانی برقصد. از خجالت به خاطر لباس‌های آنچنانی که به تن داشتم با تشویش راه می‌رفتم، اما هیچ کس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه‌ای به حالت نشسته چرت می‌زد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید: خداحافظ دکتر، خوش بگذره. غیر از اینکه از او تشکر کنم چه کار دیگری می‌توانستم بکنم؟ قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم 3 بار مجبور شدم نفس تازه کنم. از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت اضطراری و پیشبینی نشده شکمم مرا نسبت به عاقبت کار هراسان کرد.
اما به خیر گذشت. انتهای خیابان، جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد، وارد مغازه روزا کابارگاس شدم. شباهتی به گذشته‌اش نداشت. بی سر و صداترین و به همین دلیل هم از معروفترین خانم رئیس ها بود. زنی با هیکلی بزرگ که می‌خواستیم او را به خاطر جثه عظیم و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم. اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نحیف، پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود. از گذشته‌ها فقط دندانهای کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بود. برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عزا بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک میکرد یک کلاه مشکی لبه‌دار هم اضافه شده بود. تنها چشمهای براق و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. نوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریبا هیچ چیز برای فروش در قفسه ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوری کسب و کاری نمیخورد که دهن به دهن همه میدانستند چیست، اما هیچ کس از بیرون آن را تشخیص نمیداد. روزا کابارگاس سرگرم راه انداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شدم. نمیدانم واقعا مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد. روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه‌ام او را آنطور که میشناختم به یاد آورم. آن وقتها که هر دو سرحال بودیم بیشتر از 2 بار مرا از وضعیت اضطراری نجات داده بود. فکر میکنم ذهنم را خواند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد. آهی غم‌آلود کشید و گفت: زمان بهت اثر نمیکنه. خواستم تملقش را گفته باشم. گفتم: ولی به تو اثر میکنه، بهتر میشی. با حاضر جوابی گفت: جدی میگم، حتی اون صورت مثل کله اسب مرده‌ات هم یک کمی زنده شده. با شیطنت گفتم: آخه آخرش را عوض کردم. سر حال آمد. گفت: تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پارو کشتی برده ها داشتی. اخلاقش چطوره؟ به بیراهه زدم. تنها فرقم با اون وقتها که همدیگر رو میدیدیم اینه که بعضی وقتا کونم میسوزه. بیماری رو آنن تشخیص داد. مال استفاده نکردنه. گفتم ازش همون استفاده را میکنم که خدا براش درست کرده. ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت، به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود. روزا جعبه خیاطی رو جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ را که بوی مرهم آرنریه میداد باز کرد. به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بهت بماله. انگشت اشارش رو به ظرافتی ماهرانه حرکت میداد. جوابش دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. مسخره هم کرد. اوه استاد ببخشید و رفت سر اصل مطلب. گفت: دخترک از ساعت 10 تو اتاقه، زیبا و تمیز و مؤدبه، ولی از ترس مرده چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل گایرا فرار کرده بود با 2 ساعت خونریزی تموم کرد. و توضیح داد: ولی خب برای همینه که اهالی گایرا مشهورند که قاتل را هم به آواز خواندن وامی دارن. و باز برگشت سر اصل مطلب. بیچاره بعد از همه تازه مجبور تمام روز را توی یک کارخونه دکمه بدوزه. گفتم: به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه. جواب داد: مردها اینطوری فکر میکنند، اما از کوه کندن هم سخت تره. به علاوه اعتراف کرد که جوشنده ای از برومور و گل گاوزبان به دخترک داده که هنوز خواب است. ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد، ولی گفت: نه، حرف من طلاست، عوض نمیشه و با قوانین ثابت و همیشگی. همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش. همینطور هم شد. در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جورابهای پنبه‌ای زمخت و پوست پلاسیده بدنش متأثر شدم. قرص ماه داشت به وسط آسمان میرسید و دنیا گویی در آبهای سبز رنگ غرق شده بود. نزدیکی‌های مغازه، آلاچیقی با برگ‌های نخل و چارپایه‌هایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک‌ها آویزان بودند برای خوشگذرونی‌های کارمندان دولتی برپا شده بود. در حیاط پشتی، جایی که جنگل درختان میوه شروع میشد، دالانی از 6 اتاق خشتی با پنجره‌هایی از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون عشق‌های بی سرانجام را می‌خواند. روزا کابارگاس جان گرفت. بولرو، آوازهای عاشقانه مردم کلمبیا، اصل زندگیه. با اون موافق بودم، اما تا امروز جرئت نکردم این را بنویسم. در را فشار داد.
یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه. کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه. شب تو طولانی تر از مال اونه. به من برخورد. یعنی میگی چی کار کنم؟ با آرامش غیر منتظره‌ای گفت خودت میدونی. بی خودی بهت نمیگم آدم فهمیده. نیمچرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت. جای فرار نبود. با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بیپناه در رخت خواب بزرگ اجاره‌ای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتم. در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و رو به در خوابیده بود. روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانه افسون شده‌ام به او دقیق شدم. قهوه‌ای و ولرم بود. آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بودند که حتی کرک‌های نورس تپه ونوسش هم از نظر دور نیفتاده بود. موهایش را فر زده بودند و ناخن‌های دست و پاکش را لاکی براق طبیعی، اما پوست به رنگ شیره قند او به نظر زبر و مراقبت نکرده می رسید. سینه های تازه تولد یافته‌اش به سینه پسرکان می مانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیده‌اش با قدم‌های سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست‌ها بود. با وجود باد بزن سقفی باز بدنش خیس از عرق براق بود و هرچه شب به پیش میرفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر میشد. نمیشد صورت سرسری نقاشی شده اش را تجسم کرد. لایه زخیم آرد برنج با 2 وصله رنگین روی گونه هایش، موجه های مصنوعی، ابروها و پلک های گویی دودی شده با دوده، لبهای برجسته با روکشی از شکلات. اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی توانستند صفتهای اصلی او را پنهان کنند. بینی مغرور، ابروهایی پیوسته، لبهای محکم به هم فشرده. فکر کردم یک گاو جنگی آرام. ساعت 11 به عادت همیشگی به دستشویی رفتم. جایی که لباسهای فقیرانه و با وسواس تا شده او روی صندلی قرار داشت. لباس نخی کتانی با پروانه‌های مهر شده بر آن، تنوکه‌ای زرد رنگ و صندل‌هایی از جنس کنف. روی لباسها دستبندی ارزان قیمت بود، زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاقچه دستشویی یک کیف دستی با یک مداد لب، جعبه رنگ آرایش، یک کلید و مقداری پول خرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمی‌توانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. لباسهایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اتو نیفتد و آهار پیراهن ابریشمیم خراب نشود، آنها را با دقت در جالباسی جا دادم. در آبریزگاه همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود، برای آنکه اطراف را خیس نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز، البته بدون خودستایی، با ریزشی فوری و مدام مثل کره اسب‌های کوهستانی. قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم. اسبی که از روبرو مرا نگاه می‌کرد نمرده بود. محزون بود، با قبقبی بزرگ، پلک‌های پفالود و یال‌های آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود. به او گفتم توف، اگه منو نخواد چی؟ سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی‌های نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم. نوک انگشت اشاره‌ام را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون به لرزه افتاد. با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید. با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم. تکانی خورد، سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد. با وسوسه‌ای غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم. در 2 تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه‌هایش مقاومت کرد. در گوشش خواندم رخت خواب نازک‌اندام را فرشته‌ها در بر گرفتند. کمی آرام گرفت. جریانی گرم در رگهایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست. مضطربانه التماسش کردم. نازک‌اندام، روح من. ناله‌ای محزون کرد و از رانهایم گریخت. پشتش را به من کرد و همچون حلزون در لاک خود پیچید. شربت گل گاوزبان به همان اندازه که بر او، بر من هم موثر واقع شد، چون هیچ اتفاقی نیفتاد، نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر. اما برایم مهم نبود. از خودم میپرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مغموم حس میکردم، سرد همچون ماهی.
ناقوس‌های ساعت 12 شب با صدای صاف و واضح طنین انداختند و بامداد 29 اوت، روز شهادت یحیی تعمید دهنده، آغاز شد. کسی با صدای بلند در خیابان گریه می‌کرد و هیچ کس به او توجهی نداشت. برای او دعا کردم اگر به دردش می‌خورد و برای خودم هم به شکرانه نعمت‌هایی که دریافته بودم. و کسی مپندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد. دخترک در خواب ناله‌ای کرد و برای او هم دعا کردم. الهی هرچی خیره برات پیش بیاد. بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردم. سحر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود. احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آبریزگاه شنیده بودم. اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد. برای من این وضع تازگی داشت. ترفندهای اغواگری را نمی‌دانستم و همیشه معشوقه‌های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نه جذابیت آنها انتخاب کرده بودم. با عشقبازی بی عشق بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم. آن شب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بی جبر امیال و رنج شرم کشف کردم. ناآرام از اینکه یادداشت‌های هفتگی‌ام باید قبل از ساعت 12 روی میز تحریریه باشد، ساعت 5 از خواب برخاستم. تخلیه سر وقتم را توأم با سوزش هنگام قرص کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم بغض‌های دیرینه‌ام در چاهک فرو رفتند. وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی تاق باز در پهنای تخت خواب با دستهای باز صلیبوار خوابیده و مالک مطلق باکرگی خویش. گفتم خدا حفظت کنه. تمام پولی را که باقی مانده بود مال او و مال من روی بالش گذاشتم و بوسه‌ای بر پیشانیش برای همیشه از او خداحافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش خانه‌های وقت سحر نزدیکترین جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در رو به باغ بیرون رفتم. زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شب‌هایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود. این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به جا مانده و قفسه های آن به برکت پشتکار بیت‌ها در حال فرو ریختن است می‌نویسم. دست آخرش هم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم، لغتنامه‌های متنوعی را که دارم کفایت می‌کند. به علاوه 2 مجموعه قصاید ملی نوشته بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوخ طبعی‌های مادرم را که سل پژمرده‌اش کرده بود بفهمم. برخلاف سایر اساسیه منزل و خودم، میزی که روی آن می‌نویسم با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است. دلیلش هم این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایقساز بود از چوب علا ساخت. هر روز صبح حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشق‌های زندگیم شده است. کتاب‌های مکمل دم دستم است. 2 دایره المعارف تصویری آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903، گنجینه زبان اسپانیایی تألیف سباستیان د کوباروبیا، دستور زبان آندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالباً هم هست، لغتنامه نوین ایدئولوژی خولیو کاسارز به خصوص برای لغت‌های مترادف و متضاد، لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگارلی برای استفاده از زبان مادریم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن 2 زبان دیگر است آن را از زمان تولدم می‌دانم. در سمت چپ میز همیشه 5 ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله‌های روزهای یکشنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خشک‌کن‌های جدید ترجیح می‌دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزه‌ای طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته می‌نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت. برای اینکه خطم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محضردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود. چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق‌تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود، اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم
و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همینطور متنها را با دست می نوشتم و بعدها با نوک زدنهای مرغ مانند به دکمه ها از ماشین تحریر می گذرانم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم، با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر آنچه می نویسم باشد. بی سگ و بی پرنده و بی خدمتگار زندگی می کنم، به جز دامیانای با وفا که مرا از درد سرهایی که فکرش را هم نمی کردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود می آید. مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل 3 بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد هم اسم او، که اسم مادر و مادر بزرگش هم بود. به فکر این تقاضای مادرم بودم، اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسید. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانواده پالومار د کاسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا ارتیز، دختر کوچک خانواده که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود، غافلگیر شد. پشت به در خوابیده بود، اما چنان سریع برگشت و از بالای شانه ها نگاهم کرد که به من فرصت فرار نداد. فقط توانستم بگویم آخ ببخشید. جانم به لب رسیده بود. تبسمی کرد و با طنازی یک غزال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد. تمام فضا از او اشباع شد. کاملا برهنه نبود. در گوشهایش گوشواره‌هایی با گل‌های نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر مانه و دستبندی طلایی در دست راست و گردنبندی با مرواریدهای ریز داشت. فکر نمی کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود. خجالت زده از حواس پرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم، اما هیمنا آرتیز نگذاشت. توسط دوستان مشترک هدیه می‌فرستاد و یا نامه‌های تحریک‌آمیز می‌نوشت و یا تهدیدهای وحشیانه می‌کرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه‌ای رد و بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانه‌وار عاشق یکدیگریم. مقاومت کردن غیر ممکن بود. چشمانی شبیه گربه وحشی داشت، با لباس و بی لباس، بدنی اغواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که عطر زنانه آن باعث گریه‌های شبانه من از شدت عجز می‌شد. هرچند می‌دانستم با عشق فرق دارد، اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاحشه چشم سبزی که سر راهم قرار می‌گرفت خودم را تسکین می‌دادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی، رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم. انفجار این خبر در محله چینی‌ها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد. آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد و به اختلاف نظری جدی در محافل روشنفکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره می‌دانستند تا مقدس. مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گل‌های ارکیده و سرخس‌های آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت. ساعت 7 شب با لباس سفید کتانی و هدیه‌ای از صنایع دستی و یا شکلات سوئیسی می آمدم و تا ساعت 10 شب با رمز و اشاره تحت نظارت عمه آرهنیدا که مثل کشیکچیان داستان‌های عاشقانه آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب می‌رفت حرف می‌زدیم. هرچه بیشتر یکدیگر را می‌شناختیم هیمنا درنده تر می‌شد و هرچه هوای ماه ژوئن بیشتر رو به شرجی می‌رفت نیمتنه و دامن خود را نازکتر می‌کرد و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت. 2 ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفش‌های کانوایی برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید. من نامزد سر به زیر با او شروع کردم به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری میشد. من با بافتن کفشک‌هایی به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد، تا اینکه تعداد کفشک‌ها برای بیش از 50 نوزاد کفایت میکرد.
قبل از اینکه ساعت 10 اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها می رفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم. مراسم پر سر و صدای وداع و عزب‌ها که در محله چینی ها برای من گرفته می شد خلاف جهت شب نشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت می کرد. تناقضی که به درد این می خورد که بفهمم واقعا کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است. تصور می کردم که هر دو، ولی هر کدام به جای خود، چون از هر یک دیگری را می دیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یکدیگر دور می شوند با ناله های دلخراش دور می شد. شب قبل از عروسی مراسم رقص در ید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است. کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند. شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تأمین معاش حتی تا بعد از مرگم را دادم. از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمی برد. از صبح سحر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس‌های هراس‌آور ساعت 7 شب که باید در کلیسا حاضر می شدم. زنگ تلفن از ساعت 8 شروع شد. طولانی، وحشت‌آور و غیر مترقبه و بیش از 1 ساعت طول کشید. کمی قبل از ساعت 10 در خانه به صدا درآمد. اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود. می ترسیدم که در را از جا بکنند، اما در ساعت 11 خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد. بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دل دعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصفه شنید، چون هیمنا آرتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا 20 سال بعد متأهل و با 7 بچه که می توانستند بچه های من باشند برنگشت. با این آبروریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگیم را در روزنامه لاپاز از دست ندهم. اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه 11 منتقل شد، بلکه به دلیل سرعت کورکورانه‌ای بود که قرن 20 آمد. توسعه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد. هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه‌ای را از یک هواپیمای یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد. تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشت‌های من در روزنامه بود. نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می‌شدند دست به گریبان شد. اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم. نسبت به همه چیز کر بودم. 40 سال ادامه داده بودم، اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند. مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم، با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد. به من گفت دنیا داره پیش میره. گفتم آره داره پیش میره، ولی دور خورشید میگرده. چون نتوانستند خبرپرداز دیگری پیدا کنند، یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت. امروز میدانم که حق با من بود و چرا. نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی کلاً آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آن گونه‌ای که آرزو می‌کردند نشد و غم گذشته ها را خوردند. مقالات هفتگی من همچون کتیبه‌های باستانشناسی در میان خرابه‌های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی‌ترسند نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هر کس از من سوال کند همیشه راستش را به او میگویم. فاحشه‌ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند. با این حال باید قبول کنم که تا سال روز 90 سالگیم وقتی از خانه روزا کابارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم، این توضیح را نداشتم. خودم را کس دیگری حس می کردم. حالم با دیدن آدم‌هایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف اتاق بود و جوانی رانهایش در آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد. باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند.
نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم. دامیانا راستش را بگو، یاد چی میافتی؟ گفت یاد چیزی نیفتاده بودم، ولی سوال شما یادم انداخت. در سینه‌ام احساس فشار میکردم. گفتم من هیچ وقت عاشق نشدم. در جواب گفت ولی من آره. بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد 22 سال برای شما گریه کردم. قلبم از جا کنده شد. دنبال یک راه فرار میگشتم. به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشی. گفت کار بدی میکنید که الان به من میگید، چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از خانه خارج میشد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز باکر است. کمی بعد متوجه شدم که در جابجای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم. آرزو دارم که 100 ساله شوی. با این طعم تلخ در مذاقم نشستم و یادداشت‌هایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم. در کمتر از 2 ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم عقده‌های دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای ناله‌هایم را نشنود. بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد، بی آنکه مرگ من موجب آن شده باشد، مقاله را تمام کنم. قصد داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم، اما نتوانستم. تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و داربست‌ها و نخاله‌ها همه جا پخش بودند، اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی‌ها و هدایای پیچیده شده در کاغذهای رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین‌ها با همه عکس یادگاری گرفتم. از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه‌های شهر آنجا بودند خوشحال شدم. خبر، روزنامه محافظه‌کاران، الهرالدو، روزنامه صبح لیبرال‌ها و ناسیونال، روزنامه عصر که سعی می‌کرد تنش‌های نظم عمومی را با جزوات شهوانی تسکین دهد. جمع بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت، چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی ژنرال‌ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک می‌بینند، دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیما اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود. او را مرد نفرت آور ساعت 9 می‌نامیدیم، چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد می‌شد. همانجا می‌ماند تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد. از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویاتر از کلمات اسپانیایی می‌رسید بدون گیومه به کار می‌بردم، که قاعدتاً استفاده نامشروع از زبان‌های همریشه است، نوعی دلخوری شخصی داشت. پس از 4 سال با هم کلنجار رفتن، هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم. منشی‌ها کیکی را با 90 شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیم روبرو می‌کرد به سالن آوردند. وقتی برایم تولدت مبارک می‌خواندند، به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و بی هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم. احساس دلخوری نبود، بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم. فرشته خیال گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن کیک در دستم گذاشت. هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند. من که ترجیح میدادم بمیرم تا جواب دهم. برای خاتمه دادن به مهمانی، رئیس تحریریه که هیچ وقتم از او چندان خوشم نمی آمد، همه را به واقعیت بیرحم برگرداند. خب حالا 90 ساله گرامی، مقاله‌ات کو؟ در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می‌کردم، اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمی‌خواست با اعلام استعفای خود مهمانی را خراب کنم. گفتم این مرتبه مقاله‌ای در کار نیست. رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجید. گفتم شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم. حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفهم. با طنز نیشداری گفت حداقل باید همین را مینوشتی. خواننده‌ها خوششون میاد به طور دست اول بفهمن زندگی در 90 سالگی چجوریه. یکی از منشی‌ها مداخله کرد.
شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت آره یا نه؟ رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد. فکر کردم لعنت به این شرم بی‌محل. یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد. به به، نگاه کنید، هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه. فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد. منشی اولی گفت احتمالاً دیشب شب حمله بوده. چه حسرتی. مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد. عکاس‌ها به جنب و جوش افتادند. مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم. این هم مقاله. و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یادداشت استعفای مرا که به نیم قرن کار پردردسر پایان میداد باز می‌کردم آنجا نباشم. وقتی بسته‌های هدیه را در خانه باز می‌کردم هنوز دچار هیجان بودم. حروفچین‌ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولدهای دیگرم گرفته بودم هدیه کرده بودند. چاپچی‌ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شهرداری و مدیریت هم یک پاداش سمبولیک داده بود. منشی‌ها 3 شورت ابریشمی که اثر بوسه‌هایشان بر آن مهر شده بود و نوشته‌ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند هدیه کردند. یادم افتاد که یکی از قشنگی‌های پیری اغواگری‌های دوستان جوانی است که فکر می‌کنند ما خارج از سرویسیم. هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه 24 قطعه پیش درآمدهای شوپن اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد. روزنامه‌نگارها اکثراً کتاب‌های روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه‌ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سؤالی که دلم نمی‌خواست بشنوم به من تلفن کرد. با دخترک چت شد؟ همینطوری گفتم هیچی. روزا کابارکاس گفت این به نظرت یعنی هیچی که حتی بیدارش هم نکردی؟ یک زن وقتی هیچ مردی را که به بار اول کم بها بده نمیبخشه. بهانه آوردم که نمیشه که. دخترک فقط برای دکمه دوختن این همه خسته شده باشه. شاید خودش رو از ترس به خواب زده بود. روزا گفت فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه را 4 طرف بازار جار بزنن. نگذاشتم غافلگیرم کنن. گفتم حتی اگر اینطور هم باشه حالش آنقدر رقت انگیز بود که نمیشد روش حساب کرد. چه خواب و چه بیدار، مثل گوشت بیمارستان میمونه. روزا کابارکاس صدایش را پایین آورد. اشکال از عجله‌ای بود که توی این معامله شد، ولی علاج داره، خودت میبینی. قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم باشد پول را پس بگیرد. نظرت چیه ها؟ گفتم ول کن دیگه، طوری نشده. در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور اسب سواری ها نیستم. از این نظر حق با دخترکه. دیگه به درد نمیخورم و گوشی رو گذاشتم. از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از 13 سالگی مرا در بند کرده بود. ساعت 7 شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاکس تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای با شکوه سونات برای پیانو و ویولون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم. در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده میشد. استاد پدرو بیاوا، موسیقیدان بزرگ ما، تقریباً کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفیم کنند. آنقدر دستپاچه بودم که به نوازندگان به خاطر سوناتی از شومان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد. مسئله اشتباه کردن 2 سونات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مذبوحانه‌ای که بعداً در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس می‌کردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه می‌کند به خانه برگشتم. نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روزا کابارکاس در تلفن مرا از سرسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم. فکر نمی‌کردم 90 سالت باشه. فکر می‌کردم 100 سال داری. با تعجب گفتم یعنی آنقدر درب و داغون به نظر می اومدم؟ با تعجب گفتم یعنی آنقدر درب و داغون به نظرت اومدم؟ گفت برعکس، اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر میرسی.
این خیلی خوبه که مثل پیرمردهای شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع رو عوض کرد. یک هدیه‌ای برات دارم. جدا مرا غافلگیر کرد. چیه؟ گفت دخترک. حتی یک لحظه هم فکر نکردم. گفتم متشکرم، ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه. او همینطور ادامه داد. تو کاغذ کادوی چینی و حموم گرفته در بخار صندل، کلاً مجانی، میفرستم خونه‌ات. محکم ایستاده بودم، ولی از چانه زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی دورویی احساس نمیکردم. گفت دخترک آن روز جمعه حدود 200 دکمه با سوزن و انگشتانه دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید و درست است که از تجاوز و خونریزی می ترسد، ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده، اما من در چنان خواب عمیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کنم و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم. به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد، اما روزا کابارکاس همینطور ادامه میداد. حالا هر طور که بوده دخترک پشیمونه. الانم روبروم نشسته. میخوای گوشی رو بدم دستش؟ گفتم نه تو رو به خدا. شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد. پیغام داد که مدیر میخواهد مرا در ساعت 11 صبح روز بعد در دفترش ببینم. سر وقت رسیدم. قوقای بازسازی اداره غیر قابل تحمل بود. هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود. اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه بده. دفتر مدیر برعکس خنک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست. مارکو تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه تلفنیش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم. ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من ادا در میآورد، ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می‌کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود. از آن گذشته فکر می‌کنم سعی می‌کرد جلوی من خودش را با قدرت تر نشان دهد، اما تمام مدتی که داشت با مقامات حرف می‌زد سر پا ایستاده بود. وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود. تازه 29 سالگیش تمام شده بود. 4 زبان می‌دانست و 3 فوق لیسانس بین‌المللی داشت. برعکس پدر بزرگ پدریش، مؤسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد. آدم راحتی بود، خوش چهره و با وقار، و تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد. کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقه‌اش. همه چیز به طور طبیعی به او می آمد، اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش می خورد. من که 2 ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم، از فقرم احساس خفت می کردم و این عصبانیتم را بیشتر می کرد. با این حال سم مهلک در عکس بزرگ شده‌ای از کارمندان بود که به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند. من نفر سوم از سمت راست بودم، با کلاهی لبه‌دار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن. اولین سبیل سرهنگی که تا 40 سالگی داشتم و عینک گرد دورفلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است. این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم، اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم. از 48 نفر کارمندان اصلی فقط 4 نفرمان زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقره قتل محکومیت 20 ساله‌ای را طی می‌کرد. مدیر پس از پایان مکالمه‌اش مرا در حال نگاه کردن به عکس غافلگیر کرد و لبخندی زد. ضربدرها را من نگذاشتم. به نظر خیلی بد سلیقگی میاد. پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد. میخواهم بگم که شما غیر قابل پیش بینی ترین آدمی هستی که شناختم. و در مقابل تعجب من ادامه داد. به خاطر استعفاتون میگم. تنها موفق شدم بگویم این همه یک زندگیه. جواب داد درست، به همین دلیله که کار درستی نیست. مقاله هم به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود
به این کار خاتمه داده شود. گفت خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت 9 وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت. امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستم. این وظیفه منه، ولی بین خودمون بمونه. از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم. به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات را معلق بگذارم. گفت با همه وجود ازت میخوام که کشتی را وسط دریا ترک نکنی و ادامه داد. هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم. آنچنان او را قاطع یافتم که جرأت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلاف‌هایمان را تشدید کنم. مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم. اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم. باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار اشک‌هایم باعث می شد از ظاهرم معلوم نشد. یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم. هفته بعد تحت تاثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه ای را که چاپچی‌ها هدیه داده بودند بگیرم. حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم، شبیه همون چیزی که نسبت به بچه‌ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند. به نظرم روحشان گنگ است، ازشان بدم نمی آید، اما نمی توانم تحملشان کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم. به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد، به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشد. اما نگرفتن گربه چاپچی‌ها نوعی بی‌ادبی بود. از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه‌های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر می رسید که میو میو کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود. در سبدی که از شاخه‌های بید ساخته شده بود به همراه گواهی و دفترچه راهنما نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه می‌دهند به دستم دادند. یک گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی می‌کرد. هیچ وقت چیزی آن همه دلسرد کننده را به عنوان علائم پیریم ندیده بودم و تصور نمی‌کردم. یک گشتی 4 نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریباً جوان. سربازها مردان کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند. افسر با گونه‌های سرخ شده ساکنین نواحی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت. پس از بازرسی شناسنامه و اعتبارنامه‌های مطبوعاتی از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه. می‌خواست ببیند. با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم، اما یکی از سربازان می‌خواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد. افسر مداخله کرد. این یک تکه جواهر پشمالوست و در حالی که کلمات را زیر لب زمزمه می‌کرد شروع به نوازش گربه کرد. گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد. سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادن. گفت سوال میکنم چون به نظرم خیلی پیر میرسه. شاید 10 سال. خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر، اما علیرغم رفتار خوب و صحبت کردن سرحالش حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم. گفت به نظرم یه گربه ولگرده که با خیلی ماده ها بوده. نگاش کن، خودش رو با شما جور نمیکنه، بلکه برعکس شما خودتو باهاش جور کردی. صبر کن یه کمی بیشتر باهات آشنا بشه، میبینی. در سبد را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار. از چه وقت؟ 1 قرنی میشه. گفت شک ندارم. با من دست داد و با جمله‌ای که میتوانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد. خیلی مواظب خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم. راپسودی برای کلارینت و ارکستر واگنر، ساکسفون دبوسی و سازهای زهی براکنر که در میان آثار پرغوغای او موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماورالطبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم. گربه بود با دم زیبای رنگارنگش،
آرامش مرموزش و نژاد اسطوره‌ایش و نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود. وقتی ناقوس‌های کلیسا 7 ضربه نواختند، در آسمان صورتی رنگ ستاره‌ای تنها و روشن می‌درخشید. قایقی ناله غم‌انگیزی را سر داد و از آن همه عشق‌هایی که می‌توانستند باشند و نبودند، بغض را در گلویم حس کردم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می‌تپید از ترس اینکه اشتباه نکنم 4 شماره را به آرامی گرفتم و پس از 3 بوق صدا را شناختم. خیلی خوب زن، ناراحتی امروز صبح را ببخش. خیلی راحت گفت فکرش رو هم نکن، منتظر تلفنت بودم. گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه. از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی، ولی این لذت رو از دست میدی که لباساشو یکی یکی دراری و لختش کنی، همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا. به او گفتم ولی من میدونم چرا، برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن. حرفم را قبول کرد. گفت باشه، پس امشب درست سر ساعت 10 قبل از اینکه ماهی سرد بشه. avogaboo.com. اسمش چی میتونست باشه؟ خانم رئیس به من نگفته بود. هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک، که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کاوارگاس اسم شاگردهایش را برای هر مشتری عوض میکرد. از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم میآمد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تخت خواب نیم غلطی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است. یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است. روزا کاوارگاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم، چون هنوز از بار اول میترسید. فکر میکنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و میبایست مقدار گلگاو زبان را اضافه کرده باشند که آنچنان آرام خفته بود و حیفم میآمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کنم. برای همین وقتی بدنش را با حوله خشک میکردم شروع کردم به خواندن آواز نازک اندام، دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او. همانطور که او را خشک میکردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من گرداند. نازک اندام، نازک اندام، تو جامه محبوب منی. لذتی بی حد بود. تا پهلوی عرق کرده او را خشک میکردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود. بیدار شو، بیدار شو نازک اندام و دامن ابریشمی خود را بپوش. و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند، به نظرم رسید که دخترک من با شنیدن اسمش داشت بیدار میشد. پس اسمش همین بود، نازک اندام. با شورتی که مهر بوسه ها بر آن نقش بسته بود به رخت خواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم. تا ساعت 5 صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم. با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن موقع بود که متوجه جمله‌ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود. ببر غذاشو دور دورا نمیخوره. میدانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمیتوانست وارد اتاق شده باشد و آن را به مائده‌ای از طرف شیطان تعبیر کردم. قرش یک رعد و برق در آستانه در مرا غافلگیر کرد و اتاق از بوی خاک خیس پر شد. برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود. قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید. از آن رگبارها که معمولاً بین ماه‌های می و اکتبر میبارد و شهر را به هم میریزد. خیابان‌های با شن‌های داغ که به رود ختم میشوند تبدیل به مسیر سیلابی میشوند که هر چه را در سر راه خود میبینند با خود میبرند. باران‌های آن سپتامبر قریب پس از 3 ماه خشکی میتوانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند. به محض اینکه در خانه را باز کردم
احساس کردم تنها نیستم. توانستم شبح گربه را ببینم که روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد. در ظرف مخصوصش هنوز پسمانده غذایی بود که من نگذاشته بودم. بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده بود. خودم را همانطور صرف یاد گرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم. دفترچه راهنما می گفت گربه ها زمین را می کنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این کار را در گلدان های خانه و یا مخفیگاه های دیگری می کنند. درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا می کردم که همین کار را هم کردم. دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می شوند اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می کنند. ممکن بود علت همین باشد، ولی دفترچه نگفته بود راه علاج چیست. حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تعقیب می کردم، اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمی دانستم و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمی فهمیدم. خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم، استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را، بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم، دست درازی نکردن به غذای روی میز را. اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و نه میدان جنگ. مجبور شدم به حال خود رهایش کنم. وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم، توأم با بادهای طوفان مانندی که داشتند خانه را از جای می‌کندند، دچار حمله عطسه‌های پی در پی شدم. سرم درد می‌کرد و تب داشتم، اما احساس می‌کردم دارای اراده و نیرویی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم. قابلمه‌ها را برای جمع کردن چکه‌های آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سوراخ‌های تازه‌ای پیدا شده‌اند. بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه. با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی می‌کردند نجات دهم، اما با برداشتن کتاب‌ها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده بود. تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتاب‌ها را داشته باشم. صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد. ناگهان رعد و برقی غریب و قررش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفتها را شکست و به درون خانه آمد. با این حال در کمتر از 10 دقیقه هوا دوباره صاف شد و خورشید تابان خیابان‌های پر شده از خاک و خاشاک بر جای مانده را خشک کرد و گرما برگشت. وقتی باران تمام شد هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است: همانطور که وقایع واقعی فراموش می شود، بعضی وقایع هم که هرگز اتفاق نیفتاده اند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادند. چون در آن قوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی کردم، بلکه همیشه به همراه نازک اندام بودم. شب پیش او را آنچنان نزدیک حس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه های او را بر بالش خود می شناختم. فقط اینطور می توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی به آن کوتاهی انجام دهیم. خودم را به یاد آوردم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آوردم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من می گرفت تا نجاتشان دهد. او را می دیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیس از باران در میان آبهایی که تا قوزک پایش می رسید با طوفان می جنگید. یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه‌ای درست کرده بود که هرگز نبود و وقتی من مشغول خشک کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چید. هرگز نگاه محزونش را وقتی صبحانه می خوردیم فراموش نخواهم کرد. چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ جواب دادم: سن اون چیزی نیست که آدم داره، اونه که آدم حس میکنه. از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگه داشتم که با او هر کار میخواستم میکردم. به اقتضای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض میکردم. رنگ آب وقت بیدار شدن، رنگ عسل وقتی میخندید و به رنگ آتش وقتی لج میکرد.
بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس می پوشاندم. نامزدی عاشق در 20 سالگی، روسفی مجلس در 40 سالگی، ملکه بابل در 70 سالگی و قدیسه در 100 سالگی. 2 نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می‌خواندیم. بولروهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت می‌کردیم آنها که آواز نمی‌خوانند نمی‌توانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز می‌دانم که خیال پردازی نبود، بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم. با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید: خدای من، فکر کردم خودتو دار زدی. نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگه رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی. حق داری که ازش خوشت نیاد، ولی لااقل مثل آدمای بالغ رفتار کن. سعی کردم توضیح دهم، اما او بدون اینکه حالتش را تغییر دهد موضوع را عوض کرد. در هر حال یکی دیگه برات دیدم، یه کمی مسن‌تر، قشنگ و باکره. باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه، ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت. قلبم یخ زد. هراسان اعتراض کردم: حرفش رو هم نزن، همینو میخوام و مثل همیشه، بی بهانه، بی دعوا و مرافعه و بی خاطره بد. پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدای آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت: باشه، شاید این همون چیزی باشه که دکترها بهش میگن جنون پیری. ساعت 10 شب با یک راننده آشنا که این حس غریب را داشت که سوال نمی‌کرد رفتم. یک پنکه دستی و تابلویی از اورلاندو ریورا فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش بردم. وسط راه برای خرید مسواک، خمیر دندان، صابون عطری و اودوکلون توقف کردم. میخواستم یک گلدان خوب و دسته گلی رز زرد رنگ بخرم، اما جایی باز نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه‌ای از غنچه‌های تازه تولد یافته بدزدم. طبق دستورالعمل خانم رئیس، از آن موقع به بعد از خیابان پشتی نزدیک راهاب می آمدم تا کسی ورودم را از در رو به باغ نبیند. راننده هشدار داد: حواست باشه عاقل مرد، تو این خونه آدم میکشن. جوابش دادم: اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره. هوا تاریک بود، ولی نور زندگی از پنجره‌ها و ترکیبی از موسیقی‌ها از هر 6 اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند، صدای گرم پدرو وارگاس که یک آهنگ بولرو از میگل ماتامورز را میخواند به گوش میرسید. حس میکردم که خواهم مرد. در را فشار دادم. نفس میزدم و نوزکندام را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم، برهنه و خفته از پهلو در آرامشی ملکوتی. قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم، پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت خواب آن را ببیند آویزان کردم. کنارش دراز کشیدم. جا به جای او را میشناختم. همون بود که در خانه من راه میرفت. همان دستهایی که تماس آنها را در تاریکی میشناختم. همان پاها با قدمهای سبک که با قدمهای گربه اشتباه میشد. همان بوی عرق ملافه های من. همان انگشت اشاره. عجیب بود. دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بود. به او گفتم این تابلویی که روی دیوار روبروست را فیگوریتا کشیده. مردی محبوب همه، بهترین رقاص فاحشه خونه ها که تا حالا وجود داشته و آنقدر دلرحم که حتی برای شیطون هم دلش میسوخت. اون رو با رنگ روغنی که تو کشتی ها به کار میبرند و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوههای سانتا مارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید. زن توی تابلو همون راهبه است که از یک دیر دزدید و باهاش ازدواج کرد. گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی. وقتی ساعت 1 صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود. نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبضش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم. خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهانترین مرزهای تنش میرفت و باز تطهیر شده از عشق به قلب باز میگشت.
سحرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند، تا با روحش آشنا شوم. اینطور گفت: آدمیه که فقط اون چه را فکر میکنه میگه. برای کار یدی عالیه. با کسی که دیگه مرده در تماسه و از اون انتظار کمک داره، ولی داره اشتباه میکنه. کمکی رو که لازم داره دم دستشه. تا حالا ازدواج نکرده، ولی پیر و متأهل از دنیا میره. در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه. میتونه 7 تا بچه داشته باشه، ولی فقط تصمیم به 3 تا میگیره. تو 35 سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش، به پول زیادی میرسه و تو 40 سالگی ارث و میراثی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه، 2 تا زندگی و 2 تا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. دلش میخواد همه چیز را برای کنجکاوی امتحان کنه، ولی اگر به راهنمایی‌های دلش گوش نده پشیمون میشه. متحول از عشق، آسیب‌های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خرده‌کاری‌های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتاب‌هایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از 100 نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گرامافون دست دومی با بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریباً به خاک سیاه نشسته بودم، ولی به این معجزه که در آن سن و سال هنوز زنده بودم می‌ارزید. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره می‌یافت و من در عشق نازک‌اندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشناخته بودم شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن 90 سالگی با وجود طبیعی خود روبرو می‌شدم. فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیز جای خودش باشد، هر کار به موقع انجام شود و هر کلمه به جای خودش گفته شود، محصول ذهن منظم من نیست، بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که خود اختراع کردم تا بی‌نظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم. متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست، عکس العملی است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند، محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم، تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم، سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است. و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست، بلکه بخت و اقبال است. آدم دیگری شدم. سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی می‌کردند دوباره بخوانم و فایده ای نداشت. در ادبیات رمانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده عشق‌هایی با فرجام خوش نیستند، بلکه برعکس. وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد، خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی‌های لذت بخشی که اتفاقی می‌شنیدم باز گذاشتم. از خود می‌پرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن می‌ترسیدم تن در دهم. در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف می‌زدم، با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم. سرگشتگیم آنچنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا میگفت جلوی صف تظاهر کنندگان نایستم. من دیوانه عشقم. محو شده در یاد دائم نازک اندام خفته، روح مقالات یک شنبه‌های من بی آنکه خود بخواهم تغییر کرد. هر آنچه بود برای او می نوشتم، برای او می خندیدم و برای او می گریستم و بر سر هر کلام جانم می رفت. به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه‌های عاشقانه می نوشتم که می توانست زبان حال هر کسی باشد. به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند، بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود. به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود، اما مدیر کل با جمله‌ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد.
اشتباه نکن، دیوونه‌های آروم جلوتر از آینده میرن. جواب مردم با تعداد زیادی نامه‌های خوانندگان عاشق فوری و گرم بود. بعضی مقاله‌ها در برنامه‌های خبری رادیو خوانده میشد و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سن بلاس مثل سیگار قاچاق فروخته میشد آنها را کپی می‌کردند. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود، اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کند. جامعه روشنفکری همانطور که مألوف است خود را ترسو و متورق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من دچار اختلاف نظر شدند و همانها بودند که باعث دسته‌بندی و داغ شدن بحث‌ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند. قبل از پایان سال با روزا کابارکاس قرار گذاشتم که باد بزن برقی، اشیا و خردریزه‌های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود. ساعت 10 می آمدم و همیشه با چیز تازه‌ای برای او یا به سلیقه هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خردریزها می کردم تا صحنه نمایش شبمان را مهیا کنم. قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت 5 نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و قفل میکردم. اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشقهای غم‌انگیز مشتریهای گذری در میآمد. یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز، پرشنونده ترین صدایی که صبحها از رادیو پخش میشد، تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یکشنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند. وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت میدونی نازک اندام که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه میبینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه. یکی از همون روزها صبحانه را با روزا کابارکاس خوردم که علیرغم عزای دائم و کلاه لبه‌دار مشکی که حالا تا ابروهایش پایین آمده بود کمتر پیر به نظر میرسید. صبحانه‌های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه میانداخت به خوب بودن مشهور بود. با اولین لقمه سوزنده غرقه در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست. گفت زیاد شکایت نکن، اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی، یعنی هنوز داریش. وقتی اسم نازک اندام رو بردم تعجب کرد. اسمش که این نیست، اسمش... حرفش رو قطع کردم. نگو، برای من نازک اندامه. شانه‌هایش رو بالا انداخت. باشه، بالاخره اول و آخرش مال خودته، ولی به نظر من مثل اسم یک رژیم لاغریه. داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم. روزا گفت کار اون نیست، خوندن و نوشتن بلد نیست. پس کار کیه؟ شانه‌هایش رو بالا انداخت. شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مرد. از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم را بیرون ریختم و هر چه را برای راحتی و خوشحالی نازک اندام لازم دیدم از او خواستم، بیان که حتی فکرش را هم بکند. همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه‌ای ها گفت واقعا خنده داره. اینطور حس میکنن درست مثل این که داری از من خواستگاریش میکنی. و یه مرتبه به ذهنش خطور کرد چرا باش ازدواج نمیکنی؟ خشکم زد. اصرار کرد جدی میگم، برات ارزونتر تموم میشه. تازه دست آخرش هم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه. ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی. وسط حرفش پریدم. سکس تسکین آدمی زاده وقتی به عشق نمیرسه. خنده ای سر داد. ای عاقل مرد من، همیشه میدونستم که خیلی مردی، همیشه هم بودی و خوشحالم. وقتی که دشمنات اسلحه‌شون رو میندازن تو همین طور موندی. بی خود نیست که این همه از تو حرف میزنن. مارکوس پرز رو گوش کردی؟ برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنن. باز اصرار کرد. تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمهایی مثل تو زیاد توش نیستند. آن آخر هفته نازک اندام را تبدار و سرفه‌دار دیدم.
روزا کاوارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک‌های اولیه را به اتاق بردم. تا 2 روز بعد نازک‌اندام همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمره‌اش سر کار برود. دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مسگری که 1 هفته به طول می‌کشید برایش تجویز کرد و در عین حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوء تغذیه‌اش هم هشدار داده بود. او را ندیدم، اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب می‌کردم. تابلوی نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سسیلیا پراز و کتاب حکایت‌ها نوشته آلوارو اسپیدا را هم بردم. 6 جلد کتاب ژان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخوابی‌های شبانه بردم، طوری که وقتی نازک‌اندام توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن درخور یافت. هوای معطر شده از اسپری خوشبو، دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گلدانها، کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازک‌اندام یاد بگیرد با موسیقی موزارت به خواب رود، ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ‌های بولرو یافتم. بیشک سلیقه او اینطور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم، چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیم در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم: دخترکم، ما در دنیا تنهاییم. در این ایام این حس غریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشد می‌کند و به روزا کاوارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می‌رسید. گفت روز 5 دسامبر 15 سالش تموم میشه، یک مولود کامل برج قوس. از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودم. چی میتونم بهش هدیه بدم؟ روزا کاوارکاس گفت یه دوچرخه. مجبور روزی 2 بار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره. پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده میکرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنته و اثبات است. اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازک‌اندام در واقعیات هم مرا خوشحال کرد. وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم نتوانستم در مقابل وسوسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده رو جلوی مغازه چند دوری زدم. به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با طنازی عهد پیری گفتم دارم 91 سالگیم رو میگذرونم. فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواست بشنوم. ولی 20 سال جوانتر به نظر میرسی. خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباع شدم. شروع به آواز خواندن کردم. ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در غوغای دیوانه‌وار ترافیک سنگین میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه می‌کردند، فریاد می‌زدند، از من می‌خواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل ملوان‌های خوشحال به آنها سلام می‌دادم. آن هفته در ستایش ماه دسامبر مقاله جاندار دیگری نوشتم. چگونه میتوان در 90 سالگی روی دوچرخه شاد زیست؟ شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازک‌اندام خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم. ستون فقراتش را مهره به مهره تا انحنای کمر، طرف ماه گرفته اش را، طرف قلب تپنده اش را. همینطور که میبوسیدمش گرمای بدنش زیادتر میشد و رایحه‌ای کوهستانی میپراکند. او با ارتعاش‌های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ میداد و در هر قسمت حرارتی متفاوت میافتم، طعمی مشخص، ناله‌ای دیگر و همه چیز او با نغمه‌ای موزون نواخته میشد و سینه‌هایش بی لمس چون گل میشکفت. نزدیکی‌های سحر به خواب رفتم که چیزی شبیه همهمه مردم در دریا و ناآرامی درختها را شنیدم که از قلب من گذر کردند. بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم نازک‌اندام زندگی من، نسیم عید از راه میرسد. یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد. مرا چه میشد؟ آموزگار به من گفت
بچه مگر نمیبینی داره نسیم عید میاد؟ 80 سال بعد وقتی در رخت خواب نازک‌اندام بیدار شدم همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگارنگ، طوفان‌های شن، گردبادهایی که سقف خانه‌ها را بلند می‌کرد و دامن دختر مدرسه‌ها را بالا می‌برد. در این حالت شهر دارای پژواک صدایی عجیب می‌شد. در شب‌هایی که باد می‌وزید سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسامبر باعث پیدا کردن دوستان گم شده بشوند که صدایشان را میشد در فاحشه‌خانه‌های دور افتاده تشخیص داد. با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازک‌اندام جشن‌های عید را نه با من که با خانواده‌اش خواهد گذراند. اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم جشن‌هایی است که در آنها مردم می‌گریند چون شادند. آتش‌بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گل‌های کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که 2000 سال پیش در استبل محقری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم غم دلتنگی را تاب آورم و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خرس‌های قطبی روی دو پای خودش راه می‌رفت، همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود برای بابا زشته. روزا کابارکاس به من گفته بود که نازک‌اندام با کلاس نوشته‌های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد می‌گیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود. ولی خود روزا مرا از اشتباه در آورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو را از ساعت 8 بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خوابم ماندم. خوشحال بودم چون در ساعت 12 در هیاهوی ناقوس‌های هیجان زده سوت کارخانه‌ها و آتش نشانی‌ها، کشتی‌ها، بارودها و موشک‌هایی که به هوا می‌رفت احساس کردم نازک‌اندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من بوسه‌ای داد. آنچنان واقعی که طعم میوه شیرین بیان در دهانم بر جای ماند. AlbumGibbons.com. از شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی می‌کنیم شروع کرده بودیم یکدیگر را شناختن. من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که او میشنید بی آنکه بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ میداد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص میشد. آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق میکرد. زندگیم را برایش تعریف میکردم. در گوشش پیشنویس مقاله های هفتگیم را میخواندم و بی آنکه به او بگویم او در آن بود و فقط او بود. در همین روزها گوشواره‌ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم. در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به اون نمی آمد. بعداً گوشواره‌ای مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم. اون که برات آوردم به خاطر آرایش موهات به تو نمیاد. اینا بیشتر به تو میاد. از هیچ کدام از آنها در 2 دیدار بعدی استفاده نکرده بود، اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت. متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی کند، اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد. آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر برهنه نمی خوابیدم، بلکه پیژامه ای از ابریشم چینی می پوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم، چون کسی را نداشتم که برایش درآورم. شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچولو از سند اگزوپری، نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحسین می کنند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش می کرد و مجبور شدم 2 روز پشت سر هم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم. با کتاب داستان شهر پرآلت، داستان مقدس و داستان‌های 1001 شب با روایتی سالمتر برای بچه‌ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقه‌اش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر می‌کند. وقتی حس می‌کردم کاملاً خوابیده است، چراغ را خاموش می‌کردم، او را در آغوش می‌گرفتم و تا خروسخوان می‌خوابیدم. چنان خود را شاد حس می‌کردم که پلک‌هایش را به آرامی می‌بوسیدم و یک شب
همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد. کمی بعد بی هیچ علتی در رخت خواب قلب زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت ایزابل حلزونها رو به گریه انداخت. هیجان زده به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند؟ جوابم را نداد. صدایش ردی از مردم پایین دست داشت، درست مثل اینکه صدای او نبود بلکه از آن غریبه‌ای که درون او بود. دیگر شکی باقی نمانده بود. او را خفته ترجیح می‌دادم. تنها مشکل من گربه بود. بی اشتها و وحشی شده بود و 2 روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود. وقتی میخواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد، مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا میزد که او را با خود برد. پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چاره‌ای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود. چرا؟ دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده. با عصبانیت فکر می‌کردم پس مرا هم می‌توانند در کوره گربه‌ها بسوزانند. خود را بین 2 آتش خلع سلاح می‌دیدم. یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در عین حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم، فقط به دلیل اینکه پیر بود. کجای دفتر راهنما این را نوشته بود؟ خود را با عنوانی که از پابلو نرودا را بوده بودم نوشتم. آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست؟ این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف را بین خوانندگان له و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از 5 روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت، اما به دلیل پیری نه. بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم، اما صدای او که به زبان ایتالیایی میگفت پسرک بیچاره من مجددا آرامش را به من بازگرداند. یک بار دیگر همان را در اتاق نازک اندام حس کردم. ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می‌کند، اما نه، روزا کاوارکاس بود در تاریکی. گفت لباست را بپوش و با من بیا، یک مشکل جدی دارم. همینطور بود و جدی‌تر از آنچه میشد تصورش را کرد. یکی از مشتریهای سرشناس خانه را در اتاق اول حیاط با ضربات چاقو کشته بودند. قاتل فرار کرده بود. جسد بزرگ و برهنه، کفش پوشیده، در رخت خوابی پر از خون و مثل مرغ پخته رنگ پریده بود. به محض ورود او را شناختم. جین میم به، یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش سیمایی، خوش برخوردی و خوش لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود. روی گردنش 2 زخم کبود رنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خون ریزی می کرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراحات توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهراً قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از ملک چروکیده بود. روزا کاوارکاس نمیدانست با چه کسی بوده، چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می شد. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود. تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباسهای جسد را بپوشانی. گفتم هیچ کاری سخت‌تر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست. گفت تا دلت بخواهد این کارو کردم. اگه کسی برام نگرش داره آسونه. گفتم آخه کی میتونه باور کنه یه بدن چاقو خورده در لباس اتو کرده جنتلمن‌های انگلیسی؟ به فکر نازک اندام افتادم. روزا کاوارکاس گفت بهتره با خودت ببریش. با دهن خشک شده گفتم اول مرده را. متوجه شد و نتوانست لحن تحقیرآمیزم را پنهان کند. داری میلرزی. گفتم به خاطر اونه. هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت. صداش بزن تا کسی نیومده بره. گفت باشه، ولی برای تو که روزنامه نگاری مشکلی نیست. گفتم برای تو هم مشکلی نیست. تنها لیبرالی که تو این دولت دستور میده تو هستی. شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروثیش آن همه خواستنی بود، هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود میکشید. اما آن سال اینطور نه. اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار می‌دادند، حاکی از این که به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشته‌اند.
وی دشمنی نداشته است. اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند. در همان ساعات اول بیش از 50 نفر دستگیر شدند. سراسیمه به سراغ دبیر بخش قضایی رفتم. یک روزنامه نگار نمونه سالهای 20، کلاهی با نقاب سبز رنگ و کشهایی که با آستینهایش بسته بود. فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه می‌داند. با این حال فقط سرنخ‌هایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه میداد آن را کامل کردم. به این ترتیب 2 نفری 5 صفحه نوشتیم که به صورت 8 ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ برسد. اما مرد نفرت آور ساعت 9 سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند. من با شرکت در مراسم تدفین با چهره‌ای در هم کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم. آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کابارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازک‌اندام آمده است. اما تلفن تا 4 روز جواب نداد. روز 5 با نگرانی به منزلش رفتم. درها مهر و موم شده بود، اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره بهداشت. هیچ یک از همسایه‌ها از چیزی خبر نداشت. بی هیچ نشانی از نازک‌اندام با پشتکار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس میانداخت به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک، آنجا که کودکان از مجسمه رنگ و رو رفته سیمون بولیوار بالا میروند، به مشاهده نوجوانان دوچرخه سوار می نشستم. وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو پناه بردم. جامی از زهر بود. هر کلامی او بود. همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم، وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معطوف می شد تا به نوشتن. اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بولرو می توانستم بنویسم. زندگی سرشار از او بود. مقالاتی که در آن 2 هفته نوشتم نمونه هایی از نامه های عاشقانه شدند. رئیس تحریریه علی‌رغم سیل پاسخهایی که دریافت میشد از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده ایم کمی عشق را تعدیل کنم. ناآرامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد. ساعت 5 صبح بیدار می شدم، اما در تاریک روشنهای اتاق می ماندم و نازک‌اندام را در زندگی غیر واقعیش تصور می کردم که خواهرانش را بیدار می کند، برای رفتن به مدرسه لباس می پوشاند، صبحانه می دهد اگر صبحانه ای بود، و شهر را با 2 چرخه می پیماید تا محکومیت دکمه دوزی را بگذراند. از خود می پرسیدم یک زن وقتی دکمه می دوزد به چه فکر می کند؟ آیا به من فکر می کرد؟ او هم به دنبال روزا کابارکاس می گشت تا حالی از من بپرسد. 1 هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیکا بود روز و شب در نیاوردم. حمام نمی گرفتم، ریشهایم را نمی تراشیدم و دندانهایم را مسواک نمی زدم، چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب می کند، برای کسی لباس می پوشد و برای کسی عطر می زند و من هیچ وقت کسی را نداشتم. دامیانا وقتی مرا ساعت 10 صبح برهنه در نعنا دید فکر کرد مریضم. با چشمانی حریص او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه بر هم بغلطیم. تحقیرآمیز نگاهم کرد و گفت فکرشو کردی چه کار بکنی اگه بگم آره؟ و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است. غرق در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم دیگر نمیشناختم. برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمی رفتم. بدون اینکه آن را قطع کنم می نوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم. هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام می دادم کنار می گذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و بیرحم است. یکی از بعد از ظهرهای بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنباتمه زده بود، کثیف و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترحم. دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد. دستورالعمل‌های داده شده را برای بهبودیش به کار بردم.
وقتی داشتم چرتکی میزدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او میتواند مرا به خانه نازک‌اندام راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کابارکاس که هنوز مهر و موم بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردم. با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا میزد که غلطی زد و موفق به فرار شد. از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد. با مشت به در کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد: اونجا هنوز کسی زنده است؟ من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم: اهل صفا دنبال صابخونه میگردن. صدا گفت: اینجا صابخونه نداره. اصرار کردم: لااقل در را باز کن تا گربه‌ام را بگیرم. گفت: گربه‌ات هم نیست. سوال کردم: شما کی هستی؟ صدا گفت: هیچ کس. همیشه فکر میکردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است. آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است، بلکه خود من پیر و بیار داشتم از عشق میمردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت معتبری بود. لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمی کردم. بیش از 15 سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که عمق آنها را دریافتم. وای بر من، این عشق است، این چنین خانمان برانداز. ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می پوشیدم و با ریش‌های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد. دفتر بازسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشه‌ای و روشنایی مهتابی‌ها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود. فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می‌کرد تا به زمزمه صحبت کند و با نوک پا راه برود. نقاشی‌های آبرنگ سه مدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس‌های بازدید کنندگان سرشناس در راهرو نصب شده بود. عکس بسیار بزرگ شده هیئت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خود نمایی می‌کرد. نتوانستم از مقایسه ذهنی با عکسی که در 30 سالگیم گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدم‌ها در عکس‌ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر می‌رسند. منشی که بعد از ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم؟ و از اینکه جوابی به او میدادم که باورش نمیشد احساس شادی کردم. بیمار عشقم. گفت ولی چه حیف که عاشق من نیستی. من هم جوابش رو مثل خودش دادم. زیاد هم مطمئن نباش. رئیس بخش قضایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد 2 دختر جوان مجهول الهویه در سردخانه شهرداری مانده است. هراسان از او پرسیدم حوالی چه سن و سالی؟ گفت جوان. ممکن است پناهنده‌های داخلی باشند که آدمکش‌های دولتی تا اینجا دنبالشون اومدن. نفسی به راحتی کشیدم. گفتم اوضاع احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش قضایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نه اصل داد، مثل گوه. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد. دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتاب فروشی دنیا گذشت. در قوقای ساعت 12 ظهر آرنج زنان از میان مردم او را تعقیب کردند. خیلی زیبا بود و بلند بالا. پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز می‌کرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از روبرو به او نگاه کردم. بدون اینکه بایستد و یا عذرخواهی کند با دستهایش مرا کنار زد. اون که فکر می‌کردم نبود، اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد. آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازک‌اندام را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم. با کاری جنون‌آمیز در 3 روز 12 جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نه بشنوم نه بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازک‌اندام می‌انداخت. واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و از ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می شدم.
یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس مسافرکشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت. او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود. اما دلواپسی من چندان برای تکه پاره های دوچرخه نبود، بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود. باید همان می بود که من به نازک‌اندام هدیه داده بودم. شاهدان تصادف همه متفق القول بودند که دوچرخه سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهای کوتاه و صاف بوده است. گیج اولین تاکسی را که می‌گذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد. ساختمانی قدیمی با دیوارهایی از گل اخرا که به نظر زندانی می‌رسید که به شن نشسته باشد. نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه را داشت لازم بود. جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت: من همونم که دنبالش نمیگردی. فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بی‌آزار شهرداری در آزادی زندگی می‌کنند. پیش رؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد. در دفتر ورودی ها این نوع مشخصات نوشته شده بود: روزالبا، 16 ساله، شغل نامعلوم، تشخیص بیماری ضربه مغزی، وضعیت بیمار نامعلوم. از رئیس بخش پرسیدم آیا میتوانم او را ببینم، با این امید که جواب منفی بشنوم، اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم. از سالن پر ازدحامی با بوی تند اسیدفنیک و بیمارانی که روی تخت‌های به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم. در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می‌کردیم یافتیم. سرش باندپیچی شده بود و صورتی ناشناختنی و کبود و متورم داشت، اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم او نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت. از خود پرسیدم اگر او بود چه می‌کرد. هنوز در گیرودار هجران‌های شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانه‌ای بروم که روزا کابارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار می‌کند و از مالک آن خواستم تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشانم دهد. یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی بشود. 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود. به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند. وقتی ورود ما را دیدند مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیمی کردند و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمه دوزی سخنسرایی می کرد زیر چشمی نگاهمان می کردند. من با اشتیاق به اینکه نازک‌اندام را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه کردم. اما یکی از آنها با نگاه‌های هراسیده و حاکی از تمجید مرا شناخت. آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های عاشقانه می‌نویسین؟ هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به بار آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم، بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همو باشد که به جستجویش هستم. وقتی از آنجا بیرون آمدم تنها احساسی که برایم باقی مانده بود میل شدید به گریستن بود. پس از 1 ماه روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا داین دیاس گذرانده بود. مسلماً باورم نمیشد، اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سؤالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغ‌هایش خود را راحت کنم. و او روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش و بعد با لحنی تفرآمیز گفت ولی باید صبر کرد. چند وقت؟ اصلا نمیدونم، خبرت میکنم. احساس کردم دارد از دستم در میرود و مهلتش ندادم. لااقل یه سرنخی بده. گفت سرنخی در کار نیست. نتیجه گرفت مواظب باش،
ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به او صدمه بزنی. حوصله این ادا اطفال‌ها را نداشتم. التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت را بدونم و گفت اول و آخرش با هم دست هستیم. یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت آروم باش، دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم، ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد. حرف دیگه ای هم ندارم. خداحافظ. گوشی تلفن در دست سر جای خودم ماندم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در عین حال آنقدر او را میشناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمیآید. بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانه‌اش زدم. بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم. هنوز با مهر و موم اداره بهداشت مسدود بود. فکر کردم روزا کاوارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد، شاید از یک شهر دیگر، و فقط همین فکر باعث می شد که دلم 1000 گواهی بد بدهد. با این حال ساعت 6 بعد از ظهر وقتی اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد. خب حالا آره. ساعت 10 شب لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریستن میگزیدم، با باری از جعبه‌های شکلات سوئیسی، آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گل‌های سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم. در نیمه باز بود، چراغ‌ها روشن و رادیو با صدایی نه بلند نه کوتاه سونات شماره 1 برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش می‌کرد. نازک اندام در رخت خواب آنچنان متفاوت و بشاش آرمیده بود که به زحمت شناختمش. بزرگ شده بود، اما این در اندامش نمود چندانی نداشت، بلکه در بلوغی سریع که او را 2 یا 3 سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنه تر. گونه های برجسته، پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا، لبهای ظریف و موهای کوتاه و صاف. صورت او زیبایی 2 جنسیتی آپولون پراکسیتل را القا می کرد. اشتباهی در کار نبود. حتی سینه‌های او چنان رشد کرده بودند که در دستهایم جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوان‌هایش محکمتر و منظومتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت مسحور شده بودم، اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج می کرد. مژه‌های مصنوعی، ناخن انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت. چیزی که مرا از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت. گوشواره‌های طلا با آویزه‌های زمرد، گردنبندی طبیعی، دستبندی از طلا با نگین‌های الماس و انگشترهایی با سنگ‌های اصیل در تمام انگشتانش. روی صندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش‌هایی با روکش اطلس. حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم: فاحشه! شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می‌کرد. اینطور شب قتل روزا کاوارکاس نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می‌کند. برای چنین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کاوارکاس نیست. باکرگی دخترک را به یکی از حامیان گردن کلفتش به ازای اینکه از مخمسه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود. اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیاب بیفتند. چه جالب! ماه عسلی برای هر سه، آن 2 در رخت خواب و روزا کاوارکاس در یک ایوان مجلل از مسئولیت خود کیف می‌کرد. با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور هرچه را در اتاق میافتم به دیوار میکوبیدم و میشکستم. چراغها را، رادیو، پنکه، آینه‌ها، گلدانها و لیوانها، بی تعجیل اما بی وقفه، با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش. دخترک با اولین صدا از جا پرید، اما به من نگاه نکرد. پشت به من چنباتمه زده بود و تا وقتی که شکستنها تمام شد با تکان خوردنهای گاه به گاه همانطور نشسته بود. مرغ‌های حیات و سگ‌های صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند. با روشنبینی کورکننده خشم حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم که سایه روزا کاوارکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد. بی‌اعتنا هیچ نگفت. با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک حلزون چنباتمه زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است.
وحشت زده اما دست نخورده. روزا کابارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت: خدای من برای همچین عشقی چی نمیدادم. با نگاهی رقتبار سر و پای مرا برانداز کرد و امر کرد که بریم. پشت سرش تا خانه رفتم. در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد. گفت: خب حالا مثل آدم‌های بالغ رفتار کن و بگو ببینم چت شده. آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم. روزا کابارکاس در سکوت به من گوش میداد، بی هیچ حالتی، و بالاخره مثل اینکه ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت: چه جالب، همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر میفهمه. و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود. یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته بود تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاهنا د ایندیاس مهمان او باشد. روزا کابارکاس گفت: باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک غافل نشدم. پریروز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود، ولی کسی جواب نداد. در عوض دخترک فوری آمد و چنان حال نزاری داشت که برات بردمش حمام، برات لباس پوشاندم، برایت فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنم. خودت دیدی چطور؟ عالی، لباس مجلل. لباسهایی هستند که برای شاگردهای فقیرم وقتی قراره با مشتریها به مجلس رقص برن اجاره میکنن. جواهرات مال منند. گفت: کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلی هست. پس دیگه اذیت نکن. برو بیدارش کن، ازش معذرت بخواه و ترتیب کار رو یه مرتبه بده. هیچ کس بیشتر از شماها حق خودش بودن نداره. بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفایش را باور کنم، اما عشق بر عقل چربید و داغ از آتشی که درونم را میسوزاند گفتم: فاحشه ها، شما همین هستید، فاحشه های کثافت. دیگه نمیخوام چیزی ازت بدونم، نه تو و نه از هیچ فاحشه دیگه تو این دنیا، مخصوصا او. به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم. روزا کابارکاس در این مورد شکی نداشت. با حالتی اندوهگین گفت: برو به امون خدا، و باز به زندگی واقعی برگشت. به هر حال صورت حساب گندی رو که تو اتاق زدی برات میفرستم. AvogeBook.com. وقتی داشتم کتاب ایدیوس دمارسو را می‌خواندم با جمله‌ای بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود. امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر می‌کنند او هست. نتوانستم منشأ واقعی آن را حتی در نوشته‌های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام نویسان او از سوئتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم، ولی به دانستنش می‌ارزید. این جبر که در ماه‌های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد، همان چیزی بود که اراده لازم را به من میداد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم، بلکه آن را بی هیچ شرمی با عشق به نازک اندام شروع کنم. یک لحظه آرامش نداشتم. به سختی شاید لقمه‌ای می‌خوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی‌گرفتند. دردهای گاه به گاه در استخوان‌هایم باقی ماندند. بی دلیل حالتم عوض می‌شد. شبها را در نوعی گیجی به سر می‌بردم که نه می‌توانستم بخوابم و نه موسیقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت زدن‌های سبکی می‌گذشت که جای خواب را نمی‌گرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد. در میان جمعیت به هم فشرده لنچ لومافرسکا همسایه کنار دستیم که بالا آمدن او را ندیده بودم زیر گوشم زمزمه کرد: هنوز کاری ازت برمیاد؟ کاسیلدا آرمنتا بود، یکی از عشقهای قدیمی و ارزان قیمت که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پروپاقرص تحمل کرده بود. وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد. در 73 سالگی همان وزن همیشگیش را داشت. هنوز زیبا بود و با شخصیت قوی و هنوز لاقیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود. مرا به خانه‌اش برد.
یک باغ چینی روی تپه‌ای کنار جاده دریا، روی صندلی‌های ساحلی در ایوان سایه‌دار بین سرخس‌ها و انبوه گل‌های گرمسیری و قفس‌های آویزان پرنده‌ها زیر آلاچیق نشستیم. در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاه‌های مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکا د سنیزا با 2 بریدگی صخره‌ای که رودخانه را تا چندین فرسخ در دریا پیش می‌برد دیده می‌شد. همینطور که با هم صحبت می‌کردیم، یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نعره حزن‌آلودش را در لنگرگاه رود شنیدیم. آهی کشید. می‌بینی؟ بعد از نیم قرن اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی‌کنم. گفتم آخه عوض شدی. بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد: هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف میزنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق، فکرشو بکن. فکر میکنم هیچ کس بالا و پایین تو رو به خوبی من نمیشناسه. جدی میگم، هیچ کس بهتر از من نمیتونست تحملت کنه. بیش از این مقاومت نکردم. متوجه شد. چشمان مرطوب از اشک مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آن که بودم نیستم و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمیپنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم. آهی کشید. همین حالاش هم هستی. فقط آدم خودش رو از درون میبینه ولی همه از بیرون میبینه. غیر ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزاند، از اولین تلفنم به روزا کابارکاس شب 90 سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چنان شنید که گویی آن را زندگی میکند. به آرامی آن را مزمزه کرد و بالاخره تبسمی کرد. گفت هر کاری دلت میخواد بکن، ولی این موجود را از دست نده. هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره. با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتوکولومبیا رفتیم. روبروی اسکله چوبی کرم خورده، جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاس د سنیزا وارد مملکت شده بود، نهار خوردیم. در زیر سایبانی از برگهای نخل، آنجا که زنان سیاه پوست قدر نارگیل پلو با ماهی و برش‌های موز سبز می‌فروختند نشستیم. هر دو با بی‌قیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق می‌شد با هم حرف زدیم. واقعیت به نظرم خیالی می‌رسید. به مسخره گفت ببین کجا اومدیم ماحصلمون رو بگذرونیم. ولی جدی ادامه داد: امروز که گذشته به صف 1000 نفره مردهایی نگاه میکنم که از رخت خواب من گذشتن. حاضر بودم جونم رو بدم و حتی با بدترینشون میموندم. شکر خدا چینی خودم رو به موقع پیدا کردم. مثل اینکه آدم با انگشت کوچیکه ازدواج کرده باشه، ولی فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس‌العمل مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد. حتی اگر هر چی غیرتت میگه درست باشه، هر طور که بشه لذت برده شده را کسی نمیتونه ازت بگیره. ولی بدون رویا بافی پدر بزرگها. بیدارش کن. با این دستخری که شیطون به خاطر ترسویی و بیچارگی بهت جایزه داده، حتی تا گوشها خدمتش برس. بعد از ته دل گفت جدی میگم، قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق را امتحان کرده باشی نمیر. روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم، نبضم میلرزید. هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازک‌اندام، هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کابارکاس. به خاطر سوء استفاده و نرخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم، با هم یک دعوای حسابی داشتیم. مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم، ولی وقت فروش حتی به 1/10 آنچه خیال می‌کردم نرسید. با باقی مانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس بردم. یا این یا هیچی، یا وردار یا بذار. یک عمل انتحاری بود. چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا به باد دهد. لجاجت نکرد، ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گرویی نگه داشته بود برداشت. فقط با یک بازی بازنده مطلق شده بودم. تنها مانده بی نازک‌اندام، بی روزا کابارکاس و بی آخرین پسندازهایم.
با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم. 1 بار، 2 بار، 3 بار. بالاخره او. بله، صدایم در نیامد. قطع کردم. در ننو افتادم. سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد. تا روز بعد جرأت نکردم تلفن کنم. با صدای محکم گفتم باشه زن، امروز آره. روزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرفها بود. با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محزون من، میری 2 ماه گم میشی، بعد برمیگردی و یک چیز رویایی میخوای. گفت بیشتر از 1 ماه میشود که نازک اندام را ندیده است و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه حرف آن را زده و نه راجع به من سوالی کرده. و در شغل تازه‌اش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و هم کارش راحت تر است خیلی خوشحال است. موجی از آتش سوزان درونم را سوزان. گفتم فقط میتونه فاحشه شده باشه. روزا جواب داد احمق نباش، اگه اینطور بود الان اینجا بود، یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا. سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که آنجا نیست. جواب داد اگه اینطور باشه برات بهتره که ندونی، مگه نه؟ 1 بار دیگر از او تنفر پیدا کردم. قول داد که رد دخترک را پیدا کند، ولی امید زیادی نبود، چون خط تلفن همسایش که آنجا با او تماس میگرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی میکند. و گفت ولی دنیا که تموم نشده، هرچه باد تا 1 ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. 1 ساعت 3 روز طول کشید، اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود. شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از 12 شب تا خروسخان بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم. درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشی. اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود. اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینه هر نوع دستکاری در اتاق را من باید بپردازم، چون هنوز بدهکارم. اما کفگیر من به ته دیگ خورده بود. حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می‌کرد. معدود اشیاء قابل فروشی که در خانه بود به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتاب‌های کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرد. اما دلم نیامد آنها را بفروشم. بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات. قصد از پیدا کردن یک راه حل آبرومند جواهراتی را که نازک اندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی میشد بردم. با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه‌های اسقاط مرده، کتاب قدیمی فروش‌ها و امانت فروش‌ها را قدم زدم. اما شأن و مقام فلورینا دیوس مانعم شد. جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمند در حالی که جواهرات را با ذره‌بین چشمیش معاینه می‌کرد از من سوالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروثی مادرم هستند و او هر بار با صدایی نامفهومتر توضیحاتم را تایید میکرد و بالاخره ذره‌بین را برداشت و گفت متاسفم ولی شیشه. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت بازم خوبه که طلا طلاست و پلاتین پلاتینه. جیبهایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون غرض‌ورزی گفتم ولی بیشتر از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده. آرامش خود را از دست نداد. گفت از این اتفاقها میفته که سنگهای خیلی قیمتی جواهرات موروثی در طول زمان توسط بچه‌های حرف نشنو خانواده و یا جواهر فروشی‌های نادرست غیب و یا عوض بشن و فقط وقتی کسی میخواد اونها رو بفروشه تقلب معلوم میشه. و ادامه داد ولی یک لحظه صبر کن و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد.
بعد از مدت کوتاهی برگشت. بدون اینکه اصلاً به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد. مغازه را برانداز کردم. با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد: به بابات چیزی نگو. یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خشکم زد. آیا امکان داشت که روزا کابارکاس و نازکندام با همدستی همدیگر سنگ‌های اصلی را فروخته و سنگ‌های بدلی را به من بازگردانده باشند؟ داشتم از شک آتش می‌گرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و حجیم دنبال کنم. یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوال پرسی گفت: هر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردیم. به یاد آوردنش برایم آسان بود. بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحشه‌خانه‌های ما. مدت‌های مدید او را ندیده بودم و باید مرا خیلی فرتوت دیده باشد که با یکی از همکلاسی‌های دوران کودکیش اشتباه گرفته بود. روی شیشه میز یکی از آن بایگانی‌های زیوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم در آن ثبت شده بود. همه چیز با تاریخ و جزئیات حاکی از این بود که خود او شخصاً سنگ‌های 2 نسل از کار گامنته‌های زیبا و آبرومند را عوض کرده و سنگ‌های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود. این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می‌کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود. او مرا تسلی داد. این کلک‌ها در خانواده‌های بزرگ رو به ورشکستگی کاری عادی بود تا بتونن بدون اینکه شؤون خودشون قربانی کنن احتیاجات فوریشون رو به پول رفع کنن. در مقابل این واقعیت عریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا ددیوس دیگری که نشناخته بودم نگه دارم. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم. واضح ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه‌های تهویه خراب بود و گل‌های سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام می‌پختند، اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه آلگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرتی است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ من آن را نصیبم کرده است. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی، بلکه هیجانی عظیم از این که توانسته بودم آن را زندگی کنم. وقتی بالاخره موفق شدم خیس از عرق راهم را از میان در آغوش کشیدنها و عکس گرفتنها باز کنم، ناگهان خود را با هیمنا آرتیز روبرو دیدم. همچون الهه‌ای 100 ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود. حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل می‌کرد. لباس بلند ابریشمی آجی رنگی پوشیده بود، صاف مثل پوستش. سرشت مروارید اصیل، موهای صدفی رنگ به مدل سالهای 20 با 2 بال مرغ دریایی که تا روی گونه‌هایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشمها برق می‌زدند. چیزی در او این شایعه را رد می‌کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود. میخکوب و خلع سلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخت مسلط شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم. مثل ملکه‌ای لبخند زد و دستم را گرفت. متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از همداستانی‌های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم. به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم. به نظرم رسید که نفهمیده باشد. گفت جدی میگی؟ تو کی هستی؟ هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگرفت. این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از 50 سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد. شب کارناوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه میرقصیدم. شاید 20 کیلو از من سنگین‌تر و 2 وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی میکرد. آنچنان چسبیده میرقصیدیم که گردش خون را در رگهایش حس میکردم. نفس زدنهایش
بوی عرق بدن و سینه‌های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد. در این هنگام بود که زوزه مرگ برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم. همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم: چه حالا، چه 100 سال دیگه، هر کاری کنی بالاخره میمیری. وحشت زده مرا از خودش جدا کرد. چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم. هیچی، به خاطر تو دارم میلرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه‌ها اندازه گیری کردم. دهه 50 خیلی مهم بود، چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوان‌ترند. دهه 60 از همه سنگین‌تر بود، چون فکر می‌کردم وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است. دهه 70 چون امکان داشت آخرین آنها باشد، ترس‌آور بود. با این حال وقتی صبح 90 سالگیم در رخت خواب نازک اندام زنده بیدار شدم، این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلالود هراکلیت بگذرد، بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شوی و طرف دیگرمان هم تا 90 سال دیگر سرخ میشد. اشکم زود سرازیر میشد. هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغض در گلویم میشد و همیشه هم نمیتوانستم آن را کنترل کنم. با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازک‌اندام را رها کنم، نه به دلیل احتمال مردنم، بلکه از تصور او بدون من در باقی مانده عمرش. یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر محضردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه‌ها از هتلی نیافتم که هنرهای عشق را قبل از 12 سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم. یکی از ساختمان‌های ناوگان‌های دریایی قدیم بود، با شکوهی که کمتر ساختمانی در شهر به پایان می‌رسید. ستون‌های کنده‌کاری شده از مرمر و کتیبه‌های آب طلا کاری شده که در اطراف یک حیاط داخلی با گنبدی شیشه‌ای 7 رنگی قرار داشت که نور گلخانه‌ای را می‌تابانید. طبقه اول با دروازه‌ای گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از 1 قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیال پردازانه عمری در آنها کار کرد، ثروت اندوخت و ویران شد. خانواده‌های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شبزنده‌داران مفلوک اشغال شد تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه‌های ساحل رودخانه در مقابل 1 پزو و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین می‌رفتند. در 12 سالگی هنوز با شلوار کوتاه و چکمه‌های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود، نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم. زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به ثمن بخس فروخته بودند، از ساعت 11 صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل میشد به حرکت در می آمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند، حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل کردند. وحشت کردم. تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همان جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برهنگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صدای هلهله ها و کف زدن های مستاجران برهنه ببینم، پا در هوا تا اتاق خود برد. مرا تاق‌باز روی تخت 4 نفره خود انداخت. با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد. اما سرمای وحشتی که تنم را خیس کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم. آن شب در تخت خواب خانه‌ام بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از 1 ساعت بخوابم. اما صبح بعد وقتی شب زنده‌داران خوابیده بودند، لرزان تا اتاقک او بالا رفتم و گریه کنان او را بیدار کردم. با عشقی دیوانه‌وار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت. نامش کاستورینا
و ملکه آن خانه بود. قیمت اتاقک‌های هتل برای عشق‌های گذری 1 پزو بود و تعداد کمی می‌دانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همین قدر است. کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد. جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت می‌کردند، به آنها صابون می‌دادند، دندان درد آنها را مداوا می‌کردند و حتی در شرایط اضطراری حالی هم از سر نیکوکاری می‌دادند. پس از خروج از این دیدار تلخ سوزشی در قلبم حس می‌کردم که تا 3 روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم. دکتری که با حالت اضطراری به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در 42 سالگی معاینه کرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد، چون به خاطر طاسی زودرس، عینک ذره‌بینی نزدیکبین و غمی تسلی ناپذیر مثل پدر بزرگی در 70 سالگی پیر به نظر می رسید. با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد. به سینه و پشتم گوشی گذاشت و ضربان نبضم را گرفت. عکس‌العمل زانوها، عمق چشمها و رنگ پلک‌های پایینم را معاینه کرد. حینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض می‌کردم، از من سوالاتی مبهم و سریع می‌کرد و به سختی به من فرصت جواب می‌داد. بعد از 1 ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت: خب فکر می‌کنم نمیتونم کاری برات بکنم. منظورت چیه؟ که تو این سن و سال حال از این بهتر نمیشه. گفتم: چه جالب، پدر بزرگت هم وقتی فقط 42 سال داشتم همین رو بهم گفت. درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه. گفت: همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه، چون همیشه یک سنی خواهی داشت. سعی کردم با جمله او را تحریک کنم. تنها چیز حتمی در زندگی مرگه. گفت: آره، ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید. جدا متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم. اینها خاطرات خوب بودند، ولی شب 29 آگوست وقتی داشتم پله‌های خانه‌ام را بالا میرفتم، سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا ددیوس، مادرم را، در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تخت خوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من میخواند که آخرین بار 2 ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود. از اضطراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس 90 سالگی به وقوع نپیوندد به روزا کاوارکاس تلفن زدم تا دخترک را همان شب آماده کند. بار دیگر ساعت 8 به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد. وحشت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی را گذاشتم، اما 15 دقیقه بعد مجددا تلفن زد. خیلی خوب، اینجاست. ساعت 10:20 رسیدم و آخرین نامه‌های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روزا کاوارکاس دادم. فکر کرده بود با لجاجت‌هایش مرا تحت تاثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز گفت: اگر میخوای بمیری اینجا نمیر، فکرشو بکن. اما من به او گفتم: بگو که با قطار پورتوکولومبیا تصادف کردم. گفت: این لکنته قراضه نمیتونه کسی رو بکشه. آن شب آماده برای هر چیز، طاق‌باز و در انتظار درد آخر، در اولین لحظات 91 سالگیم دراز کشیدم. صدای ناقوس‌های دوردست را میشنیدم. رایحه روح نازک‌اندام خفته به پهلو را حس می‌کردم. صدای ناله ای را در افق شنیدم. ناله‌های کسی را که شاید 1 قرن قبل در همان اتاق مرده بود. با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم. انگشت‌هایم را در انگشت‌هایش پیچیدم تا او را هم با خود ببرم و 12 ضربه ناقوس ساعت 12 شب را با آخرین 12 قطره اشکم شمردم تا اینکه خروس‌ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناقوس‌های سرور و جرقه‌های آتشبازی هنوز زنده بودنم را در پایان 90 سالگی جشن گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کاوارکاس بود: خونت را ازت میخرم، با مغازه و باغ. گفت: بیا مثل پیرها شرط ببندیم. هر کی بعد از دیگری زنده موند صاحب تمام مال اون یکی میشه. تو محضر امضا میکنی. نه، اگه من بمیرم همه چیز باید به او برسه. روزا کاوارکاس گفت: فرقی نمیکنه، من دخترک رو سرپرستی میکنم، بعد هم همه را براش میذارم. مال تو و مال خودم رو. تو این دنیا کس دیگه ای ندارم.
تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب میکنی با تهویه مطبوع، کتاب‌ها و موسیقی‌ها. فکر میکنی اون موافق باشه؟ روزا کابارکاس روده‌بر از خنده گفت ای عاقل مرد من، عیبی نداره آدم پیر بشه، ولی احمق نه. این موجود بیچاره از عشق تو حیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افقهای دوردست اولین قرنم میشناختم. خانه‌ام در سکوت و مرتب در ساعت 6 رو از رنگ‌های یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود. دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه می‌خواند. گربه دوباره جان گرفته دمش را به مچ پایم پیچید و تا میز تحریر همراهیم کرد. داشتم کاغذهای چروک شده، دوات و قلمم را روی میز مرتب می‌کردم که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی رودخانه‌ای پست با 1 هفته تأخیر به خاطر خشکی با نعره‌ای وارد کانال بندری شد. بالاخره زندگی واقعی از راه رسید. با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن، با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای بعد از 100 سالگیم. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com